میگه یکی آمد یک کشیده آبدار، بیخ گوش یکی زد، صدا کرد وحشتناک. آن یکی زد سیلی مر زید را، حمله کرد او هم برای کید را. او هم برای انتقام اومد که سیلیه رو بزنه دیگه. گفت سیلی زن سوالت میکنم، پس جوابم گوی و آنگه میزنم. اون طرف مقابل که سیلی اولیه رو زده بگو نگاه کن حقته، میخوای بزنی انتقام بگیری بکن، ولی یه سوالم جواب بده بعد بزن. بر قفای تو زدم آمد طراق، یک سوالی دارم اینجا در وفاق. خب من زدم، آبدارم زدم، خوبم زدم، صدای خوبی کرد. حالا سوال اینه این طراق از دست من بوده است یا از قفاگاه تو ای فخر کیا؟ این صدا قشنگه از دست من بود یا از گردن تو؟ این صدا قشنگ بود، حال داد، من کیف کردم، این صداه مال دست من بود یا این مال گردن تو صورت تو بود؟ این صدا از کجا بود؟ اول اینو در بیاریم، جواب من اینو بده، بعد خواستی انتقام بگیری اون سیلیرم بزنی بزن. این طراق از دست من بوده است یا از قفاگاه تو ای فخر کیا؟ ای فخر کیا یعنی این مایه فخر بزرگان. گفت از درد این فراغت نیستم، که در این فکر و تفکر بیستم. اون زید به همون فرد ضارب که اول زده بود گفت که از شدت درد و سوزش مجال فکر کردن به اینطور موضوع رو من ندارم، من درد دارم میکشم الان، هم رو روانم اذیته که چرا الکی خوردم، هم اینجا صورتم سرخ شده کبود شده، من از این درد انقدر درگیر این دردم که این سوالا الان هیچ بر من معنا نداره. تو که بی دردی همی اندیش این، نیست صاحب درد را این فکر هین. چون تو بی دردی این سوالا به کلت میاد. تو اگه مثل من درد می داشتی این سوالا به ذهنت نمی آمد. یا الله. صحابه کرام چون دردهای بزرگی داشتن، چطور قیصرها و کسراها رو از صحنه هستی محو کنیم، چه کار کنیم که ظلم و استبداد از دنیا بره، دین در تمام عالم جاری و ساری بشه، الله از ما راضی بشه. دیگه این حرف خال زنکی که امروز تو ما و شما هست، کی به من چپ نگاه کرد، کی به من احترام نگذاشت، کی جلوی من کم خم شد، اون یکی دیگه هدفش چی بود اونطوری به من نگاه کرد، سری مسائل علکی. اینا نتیجه چیه؟ که این جامعه درد و فکر بزرگ ندارد. عارفان جام، رسانه فرهنگی مذهبی دارالحفظ خواجه عزیزالله تربت جام.